سلام دوستان عزیزم، انشاءالله که یک شنبه خوب و عالی رو سپری کرده باشین و روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. میخوام چند نکته از ذکر و دعا رو بهتون بگم که خیلی کاربردی داره. 3 کاری که زن و شوهرها خبر ندارن اگر انجام بدن خیر و برکت و فراوانی از خونشون میره. یکیش قهرهای طولانیه که بیش از 3 روز باشه برکت، رزق و روزی از خون زندگیتون میره بیرون. یکی هم اخلاق بده. اخلاق بد خیلی بده. تو خونه همیشه سعی کنین با هم خوب مهربون باشین، رفتارتون خوب باشه. اگر بد اخلاق باشین، رفتارتون بد باشه، خیر و برکت از زندگیتون میره بیرون. یکی هم اسراف و دور ریختن غذاست. سعی کنین غذا رو دور نریزین، به اندازه درست کنین که قدیمی ها میگفتن لقمه آخر یعنی برکت و رزق و روزی خونه رو زیاد میکنه. همون لقمه آخر که بعضی ها میریزن دور، اگه بریزی دور غذا رو یعنی برکت و رزق و روزی رو ریختی دور، از زندگیت بیرون انداختی. پس سعی کن این 3 کار رو انجام ندی. اگر مشکل مالی داری، گرفتاری داری، مریض داری، زنت میخواد جدا بشه، شوهرت میخواد جدا بشه، زنت قهر کرده رفته، شوهرت قهر کرده رفته، بچت اذیت میکنه، بچت حرفتو گوش نمیکنه، گرفتاری داری، مشکل داری، خونه نداری، برای همه چیز این ذکر عالیه. کافیه 14 روز بگو گشایش تو زندگیت ببین، بگو مشکلاتت حل کن، گرفتاری تو برطرف کن. میخوایم با امام زمان معامله کنیم و خودمونو بیمه امام زمان کنیم. تا 14 روز هر روز 619 مرتبه میگیم اللهم اجعل ولیک الفرج. آقا رو صدا میکنیم، آقا صدامونو میشنوه و کمکمون میکنه. میخوایم یه چله جدید رو با هم شروع کنیم. اگر هستی حتما این چله رو با من شروع کن. آیات 2 و 3 سوره طلاق. با نیت خالص غسل کن، وضو بگیر، رو به قبله بشین، 100 مرتبه اول صلوات بفرست و 159 مرتبه آیه 2 و 3 سوره طلاق رو بخون. این آیات رو بخون و توکل کن به خدا. انشاءالله حاجت روا میشی، انشاءالله گرفتاری مشکلاتت حل میشه با خوندن آیه 2 و 3 سوره طلاق. میخوام یه چله دیگه بذارم واسه خونه دار شدن. هر کس دوست داره این چله رو شروع کنه. خیلی چله آسونیه و کاربرد خیلی عالی داره، چون میخوایم توسل کنیم به خانم فاطمه زهرا. روزی 33 مرتبه میگیم سبحان الله، 33 مرتبه میگیم الحمدلله، 34 مرتبه میگیم الله اکبر. برعکس تسبیح خانم فاطمه زهرا اینجوری هم هست. اگر خونه نداری، مشکل داری، گرفتاری، بچه نداری، اینجوری میتونی تسبیحات رو بزنی. 33 مرتبه سبحان الله، 33 مرتبه الحمدلله، 34 مرتبه هم الله اکبر. و آیه 29 سوره مومنونم روزی 25 مرتبه بخون. قبل از اینکه بری به استقبال شب یلدا، اول صبح یه قاشق نمک، نصف لیوان آب بذار یه گوشه از خونه، روش 1 مرتبه آیت الکرسی بخون، 1 بار هم 4 قلو بخون، بذار یه گوشه از خونه. حتما اسفند دود کن برای دفع انرژی های منفی. چوب دارچین و 1 کمم برنج روش 100 مرتبه صلوات بفرست و بذار بالای یخچاله برای خیر و برکت و ثروت زیاد. 1 دونه انارم وردار،
روش آیات الکرسی. بعد که شب یلدا دور هم نشستین اون انار رو دون کن، همه اعضای خانواده اون انار رو بخورن. حاجت روایی در شب لیلة الرغایب یا شب آرزوها، اولین جمعه ماه پرفیض ماه رجب که میشه لیلة الرغایب یا شب آرزوها. 1 بار سوره حمد بخون، 11 بار سوره توحید بخون، 3 بار سوره فلق بخون، 3 بار هم سوره ناس بخون و 1 بار هم آیت الکرسی بخون و آخرش هم 100 مرتبه صلوات بفرست و سجده شکر به جا بیار. وقتی که نماز داری میخونی، نمازت تمام شد، سرتو بذار رو مبل، 3 مرتبه بگو شکرالله شکرالله شکرالله. 5 شنبه روزه بگیر اگر میتونی. میدونی زیارت عاشورا چقدر گره گشاست؟ میدونی زیارت عاشورا چقدر کمک میکنه، چقدر گرفتاری ها رو حل میکنه؟ اگه خودشو خوندی که خیلی خوبه، اگر بلد نیستی معنیش هم میتونی بخونی. حتما زیارت عاشورا رو روزی 1 مرتبه بخونین و گشایشش رو ببینین. باورتون نمیشه چله فاطمه زهرا که تموم شد، بیشتر دوستان گفتن ما به حاجتهای محالمون رسیدیم، حاجتهای بزرگی داشتیم که حاجت روا شدیم با چله خانم فاطمه زهرا. موقع امتحان بچه ها که شد، بچه هاتون امتحان دارن، اول 1 بار آیات الکرسی رو بخون، 3 مرتبه سوره کافرون رو بخون، 100 مرتبه صلوات بفرست و بچت بره امتحان بده که با نمره خوب قبول میشه، البته با کار و تلاش خودشون و ذکر خدا و توفیق به خداوند. برای کسانی که بچه دار نمیشن، دیروزم گفتم دوستان خیلی حاجت میده، خیلی حاجت روایی داره. کسانی که بچه دار نمیشن حتما به مدت 41 روز زیارت جامع رو بخونن. نیت کن و بخون، انشاءالله پناه بر خدا و توکل بر خدا دامنتون سبز میشه. انشاءالله که یک شنبه خوب رو پشت سر گذاشته باشین و روز دوشنبه رو با دل خوش شروع کنین. التماس دعا، خدا نگهدار.